الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران عزیز گرامی، در پیش من 3 سوال هست و بسیار خواهش کردن که همینها را تعجیلاً برای ما جواب گویید. یکی از سوالها همین است که هرگاهی که پدر یا مادر فرزند حرامی گفته فریاد میزنند، آیا حکم همین پدر یا مادر چی است؟ برادران عزیز و گرامی، وقتی که پدر یا مادری که فرزند حرامی میگن یا در مردم ما اگر سیاه باشه مثال سیاه گفته فیراج میکنن، اگر خدای نکرده یگان بیماری پوست داشته باشه پیس گفته فیراج میکنن، اگر چشمش نبیند کور گفته فیراج میکنن. یعنی با یک بسیار نامهای زیشته وقتی فرزند فریاد میزنین، برادران عزیز گرامی، این دلالت بر همین میکند که خود همون پدر و مادر تربیه ندارن. خود همین پدر و مادر خداشون گوییم به دست خودشون قبرشون کنده ایستادن، یعنی حال خودشون تباه کردیستن. الله رحمت کند شیخ سعدی را میگفت خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که ریشتی. وقتی که با همین ترتیب تو وقتی ای را کلان میکنی تو آینده از این خرما خورده نمیتونی، یعنی تو خار پرورش کردی سی. برای همین پدرها و مادرای عزیز فرزندا را به نامه هاشون فریاد کنید، فرزندا را بچه جان بگین، فرزندا را دختر جان بگین. و شما مادرین کو، شما پدرین کو، نخواد در نسبت فرزند خودتان اینقدر کلمه های سخت و اینقدر کلمه های درشت استفاده برین. برای همین هر کسی که مقصد وقتی فرزند شما حرامی گفته فریاد میزنین، این از ناپاکی خودتان، این از گویم امو خصلت‌های رذیله داشتن خودتان خبر میتید. ولی امروزا بسیاری از پدر و مادرها گویم از عهده تربیه نمیبرند، ولی در تربیه فرزند میگه 3 عنصر بسیار مهمه. یکی از اینها برادران عزیز همین است که تربیتگر کیه؟ یعنی تربیتگر کی است؟ اگر تربیتگر مثل همین پدر یا مادری که فرزنده کور و پیس و یا حرامی و یا بدبخت و یا خدا زده و وقتی فریاد میکنه، این معلوم است که خود تربیتگر مقصد از عهده تربیت نمیبراید. یعنی این آدم لایق و سزاوار نیست که تربیتگر باشد. دوم برنامه های تربیوی چگونه برنامه ها داری. سیوم بعد محیط است، بعد بیرون هست.
برای همین وقتی که تربیتگرای ما با فرزند این گونه معامله میکنن، پگاه اگر یکان دشواری و سختی دیدن، بعدا میبینی که با آوازشون و گیلهشون در پیش همه هست. نمیدانند که تاجی که ما میگفت که خود کرده را دوا نیست، نمیداند که ای را به دست خودش این آدم ای از رمکه و از همه بگیم راه های درست بیرون کردگی. از این لحاظ مادری یا پدری برای این کلمه گفتگی حتما پیش الله مهربان تو جواب خواهی داد و گویم با این رفتارت، با این تربیت تو یک نفری را، یک گویم شخصی را تو حتی در آیندهش تأثیر منفی میرسونی. از این لحاظ احتیاط کنین و از زمره ما پدر و مادرایشین که فرزندکا را همیشه در آغوش بگیرین، دوستداری کنین، مقصد نامه هاشون را بگیرین. اگر نامش مقصد انا عبدالرحیم باشد عبدالرحیم جانش بگو، نامش اگر عبدالکریم باشد عبدالکریم جانش بگو، نامش اگر زرینه باشد زرینه جانش بگو. چقدر با او مهربانی که هر لحظه یافتی یک نصیحتش که یا مصلحتش بده. اگر تو از این فرزند یگان امید خیر داشته باشی،